سلام به شما، خوش اومدید به کانال من. تا حالا شده جلوی آینه بایستید و حس کنید پوستتون مثل قبل نیست؟ چروک‌های ریز، تیرگی، خشکی، انگار پوستتون داره بهتون میگه دارم پیر میشم. اما نگران نباشید، چون امروز قرار راز جوانی و زیبایی پوست رو با هم کشف کنیم. اگر میخواید پوستتون همیشه مثل روزای اول شاداب و درخشان باشه، تا آخر این ویدیو با من بمونید. قرار از مهمترین ویتامین هایی که مثل معجزه روی پوست اثر میذارن صحبت کنیم و بگیم توی چه غذاهایی پیدا میشن. یکی از مهمترین ویتامین ها که باعث شفافیت و سفتی پوست میشه ویتامین سیه. این ویتامین مثل یه سپر قوی جلوی چین و چروک ها وای میسته. تولید کلاژن رو زیاد میکنه و پوست رو شفاف و جوان نگه میداره. از کجا باید بگیریمش؟ از پرتقال، کیوی، فلفل دلمه‌ای، کلم بروکلی و توت فرنگی و خیلی خوراکی‌های مفید دیگه. اگر از ویتامین آ استفاده می‌کنید، باید با چین و چروک خداحافظی کنید. رتینول و بتا کاروتن پوست رو بازسازی و ترمیم می‌کنند و از افتادگی و پیری زودرس جلوگیری می‌کنند. تو هویج، کدو حلوایی، جگر، تخم مرغ و اسفناج وجود داره. ویتامین دی مثل یک معجزه است برای پوست. باعث کاهش التهاب میشه، باعث تقویت سلول‌های پوستی و باعث کاهش جوش‌ها. حالا کجا وجود داره؟ تو ماهی سالمون، قارچ، شیرهای غنی شده و زرده تخم مرغ به فراوانی موجوده. ویتامین B3 یا نیاسینامید که این روزها قطعاً در محصولات پوستی اسمش رو شنیدید. پوست رو آروم میکنه، رنگ پوست رو یک دست میکنه و منافذ باز رو کوچیک میکنه. در مرغ، بادام زمینی، قارچ، عدس و برنج قهوه‌ای وجود داره. ویتامین K بیشتر از کرم‌های دور چشم جواب میده. باعث کاهش کبودی و روشن شدن پوست اطراف چشم میشه. در کلم، اسفناج، خیار، جعفری و تخم مرغ وجود داره. ویتامین B7 یا بیوتین موها و پوست رو محکم و سالم میکنه. اگر پوستتون خشک و بیروح شده یا موهاتون میریزه، حتما این ویتامین رو مصرف کنید. در تخم مرغ، گردو، بادام، موز و ماهی وجود داره. ویتامین F، ویتامینی که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشید، اما جالبه بدونید که اصلا ویتامین نیست. گروهی از اسیدهای چرب به این اسم معروف شدن. پوست رو تغذیه میکنه و از خشکی و حساسیت محافظت میکنه. در ماهی سالمون، روغن زیتون، گردو و دانه‌های چیا وجود داره. خب حالا چند کشف عجیب و جالب در مورد پوست و تغذیه خدمتتون بگم. کاکائو بیشتر از کرم‌های ضد چروک مؤثره. محققا کشف کردن که کاکائو سرشار از فلوونوئید هستش که باعث افزایش جریان خون در پوست و کاهش چین و چروک ها میشه. یعنی اگه شکلات میخورید، حداقل شکلات تلخ بالای 70% انتخاب کنید. ژله بخورید تا پوستتون محکم بشه. ژلاتین موجود در ژله‌های طبیعی، نه اونایی که پر از شکر هستن، سرشار از کلاژنه و باعث افزایش خاصیت ارتجاعی پوست میشه. پس یک کاسه ژله طبیعی با آب میوه‌های طبیعی بخورید. هویج فقط برای چشم مفید نیست، برای پوست هم معجزه میکنه. هویج پوست رو از اشعه‌های مضر محافظت میکنه و باعث کاهش لکه‌های ناشی از نور خورشید میشه. ماهی سالمون ضد افسردگی و ضد پیری پوسته. اسیدهای چرب امگا 3 در سالمون هم باعث شادابی پوست میشه، هم روحیه رو بهتر میکنه. یه غذای دو کاره که نمیشه ازش گذشت. و آخرین مورد، چای سبز که یک بوتاکس طبیعیه. تحقیقات نشون داده که چای سبز تجزیه کلاژن رو کاهش میده و از چروک شدن پوست جلوگیری میکنه. پس اگه دنبال یه جایگزین برای بوتاکس هستید، چای سبز بنوشید. در کنار تمام نکاتی که خدمتتون گفتم، رعایت یک روتین ساده پوستی، انجام پاکسازی پوست و استفاده از محصولات پوستی بسیار برای داشتن یک پوست سالم و تمیز مهمه.
چند نکته طلایی برای اینکه یک پوست بی‌نقص داشته باشید. هر روز حداقل 8 لیوان آب بخورید. غذاهای سرشار از ویتامین ها رو توی رژیمتون بذارید. ضد آفتاب خیلی مهمه، فراموشش نکنید. استرس رو کم کنید چون دشمن اصلی پوست شماست. پس اگر میخواید پوستتون همیشه سالم و جوون بمونه، این ویدیو رو سیو کنید و این نکاتی که گفتم رو جدی بگیرید. اگر این ویدیو براتون مفید بود، حتما لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستانتون بفرستید. سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و جوون بمونید و خدا نگهدارتون.